و جین ها غالبا اگر از پیش خود درآیند به دو مقصد می دارند. یکی به مقصدی ضرر رسانیدن یا قصدگیری. انسان نادیده مثلا بر بالای جین آبی جوش می ریزد مثلا، یا زیر می کند او را، یا می برد با کارده مثلا. نمی بیند انسان. بنابراین پیش از شروع هر یک کار برای چی بسم الله مشروع شد. وقتی که بسم الله میگویید میگریزد جین ها و در این حالت وقتی که گریخت شما به او ضرر نمی رسانید و وقتی که شما به او ضرر رسانیدید نفهمیده آنها عذر را قبول نمی کنند، بعد به روی قصاصگیری می درآیند. این یک نوعی در آمدنی جین. دویمش از روی عشق و محبت، یعنی عاشق می شود نعوذ بالله، بدن انسان را می بیند و می خواهد به بدن انسان درآید، یا اینکه برای زندگی. این اگر جین خود درآید و گاه این را با طلب فرمایش طلب می کند. مثلا به نزد سحرگر یک آدم می رد و فرمایش می دهد، مبلغ می دهد که فلانی مقصد دلش از وظیفش خنک شود، یا از همسرش خنک شود، یا به فلانی گرم شود، یا از فلان خانه دلش خنک شود، یا از فلان کار دلش خنک شود، یا گرم شود، خلاصه یا بیمار شود، یا کارش آمد نکند. گفته به سحرگر و جادوگر مبلغ میتیند، بعد سحرگر و جادوگر بعضی وظیفه های کفری و شرکی را انجام میدهد. بعد از آن جین در اطاعت سحرگر میشد. بعد سحرگر جین فرمان میدهد که رفته به بدنش درآید و فلان کارها را اجرا کند.